فکرشو بکن. فقط با چرخوندن یک فرمون خودرویی با وزن نزدیک به 2 تن دقیقاً به همون سمتی میره که تو میخوای. اما این اتفاق چطور میفته؟ وقتی فرمون رو میچرخونی، نیروی دست از طریق میل فرمون به پینیون منتقل میشه. پینیون یک چرخنده کوچک اما بسیار دقیقه که با دندانه‌های رگ یا همون شانه فرمون درگیر میشه و حرکت چرخشی فرمون رو به حرکت خطی تبدیل میکنه. این حرکت از طریق سیبک‌های فرمون به سگ‌دست‌ها و در نهایت به چرخ‌های جلو منتقل میشه و خودرو تغییر مسیر میده. اما در سوزوکی گرند ویتارا این تنها بخشی از داستانه. این خودرو از جعبه فرمون هیدرولیک استفاده میکنه. پمپ هیدرولیک که با موتور خودرو به حرکت در میاد، روغن رو با فشار به داخل جعبه فرمون میفرسته. داخل جعبه قطعاتی مثل شیر کنترل با توجه به جهت چرخش فرمون روغن رو به سمت مناسب پیستون هدایت میکنه. فشار روغن به حرکت رگ یا همون شانه فرمون کمک میکنه و باعث میشه حتی هنگام پارک کردن فرمون نرم و روون بچرخه. داخل این مجموعه قطعاتی مثل رگ، پینیون، شیر کنترل، پیستون هیدرولیک و کاسه نمدها و گردگیرها با دقت بسیار بالا کنار هم کار میکنن. اگه فرمون بیش از حد صفر شد یا هنگام چرخاندن صدای زوزه یا تق تق شنیدی یا روی زمین لکه‌های روغن هیدرولیک رو دیدی یا احساس کردی فرمون قبل از تغییر مسیر خودرو کمی حرکت آزاد داره، اینها مهمترین نشانه‌های وجود مشکل در سیستم فرمونه. یک نکته مهم: هیچ وقت بعد از اینکه فرمون به انتهای مسیر رسید اونو چند ثانیه تو همون حالت نگه ندارید. در این وضعیت فشار روغن هیدرولیک به حد اکثر میرسه و به پمپ، شلنگ‌ها، کاسه نمدها و خود جعبه فرمون فشار زیادی وارد میشه. اگه میخوای جعبه فرمون ویتارات عمر بیشتری داشته باشه، همیشه سطح روغن هیدرولیک رو بررسی کن. از روغن استاندارد استفاده کن. گردگیرها رو در هر سرویس بازدید کن و کوچکترین نشتی یا صدای غیر عادی رو جدی بگیر. ما این قطعات و لوازم یدکیش رو با بهترین کیفیت خدمت شما عزیزان ارائه میدیم. گرند پارت